انشاءالله که طاعت عبادت الله خوب تر کنیم. برای رقیه خونی شر نیست 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت. انسان که طاعت عبادت الله خوب تر کنه، یک سوره فاتحه، سوره الحمد بسنده های. انسان که طاعت عبادت الله که دور شی، اگر این قرآن همه شب خونیش یعنی تحصیلش نمیکنه. برای چی؟ برای درگاه الهی دور شدیگه ای محافظه الله. انسان که طاعت عبادت الله که دور شی، جن شیاطین به اون نزدیک میشن. هم خاطر انسان چی قدر که بتونه هم قدر کوشش کنه، حرکت کنه با طاعت عبادت الله باشه. هر چیزی که از در دست خودمونه. اگر که ما سحر نماز باندوده بخونیم، بعد نماز گفتی که از کار صبح شام بخونیم، اگر یکون چیز ضرر رسانده نمیدونه، دیگه متاسفانه نماز نمیخونیم، قرآن نمیخونیم، ذکر نمیکنیم، طاعت عبادت الله نمیکنیم، باز دعوی سلامتی داریم. در جا کار نکنی دعوی ظرف میکنی؟ نه. یعنی الله فرموده است که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من نآفریدم جن ها و انسان ها رو مگر با خودی من پرستش نکنم. یعنی مرا پرستش بکنن، الله را عبادت بکنن. یعنی جن که الله را عبادت نکرد، انسان که الله را عبادت نکرد، اونا با هم یکتان، یکن. ایش در بدنش میده، ایش در بدنش. ایش شهید شیطان میشه و شهید شیطان. ایش شفان میکنه به هر راه میره. و اون خاطر یعنی انسان فقط تکیه به الله خودش کوشش کنه. اگر که پیش قاری برین که برای خواندن 10 مرتبه او بخونه و 20 دقیقه خطان تنهایی از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم. خوب انسان بشه نماز بخونه، دست به دعا کنه، در سجود بگه پروردگارم مرا ببخش، من چه گناه کردم، کدام گناه من امتحان داری. یعنی الله سبحانه و تعالی یگان کار به پروست و تک نمیکنه، به حکمت یگان کار نیست. چون که در قرآن میفرماید که و ما هم بضارین الا باذن الله، اونها یگان چیز ضرر رسانده نمیتونن مگر که الله برای اونها اجازه نده. الله در کدام حالت اجازه میده؟ در حالتی که الله میگه نسوا الله فنسیهم، الله را فراموش کرد، الله شما را فراموش میکنه. الله که فراموش نکرد چی؟ بعد اونها ضررشون رسانده میتونه. اگر که ما نماز بامداد را بخونیم، چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که من صلى صلاه الصبح و فی ذمه الله، هر انسانی که نماز صبح را خوان، یعنی نماز بامداد را خوان، او در ذمه خداوند، خدا را به عهده میگیره که یگان چیز ضرر رسانده نمیتونه. نماز بامداد را نمیخوانیم، طاعت عبادت الله نمیکنیم، تلاوت قرآن نمیکنیم، در خانه‌ای که سوره بقره تلاوت شود در روجا جن شیاطین استفاده نمیتونن، میگریزن. همه چی در دست خودمون چقدر که کوشش کنیم همونقدر تیز نجات میابیم. چقدر که تنبلی کردیم اونا لجوم میبندن، گفتی که با رنگ اسب بره یا که رنگ خر بره کارمون میفرمان. چی کارش فرا میکنن، ازدواج میکنن در بارد. و هم خاطر و مثل حضرت عمر رضی الله عنه شدن در کار که جن شیاطین ببینن بگریزن، نه اینکه ببینن بگواد ما رد نوی پرشال بگواد دیده که بده بدن بدرویم. هم خاطر الحمدلله زاده مسلمان هستیم، با طاعت عبادت الله باشیم تا اینکه فردا بتونیم فرزندای خودمون رو تربیت کرده. فرزندای ما چی برند میگیرن، چی تربیت میگیرن که خودمون نماز نخونیم، طاعت عبادت الله نکنیم، بازم بچه‌مون رو بگیم نماز بخون. اول خودت بخون بعد مرا بگو. هم خاطر الله سبحانه و تعالی یابوند و با طاعت عبادت الله باشیم، رقم دار فراموش نکنیم. انا بخدا. الله حافظ.